دیروز در دهه طلبکاری کنار شهری استانه قزاقستان مراسم دفن فعال جامعه شهروندی دولت آقادل دایر گشت. او 24 فوریه در بازداشتگاه پلیس به هلاکت رسیده بود. صرف نظر از هوای سرد 27 فوریه بیش از 1000 نفر در جنازه آقادل اشتراک کردند. بعد مراسم دفن گروه از همفکران آقادل کوشش کردند که در شهر نورسلطان جمع آمد اعتراضی برپا نموده تفتیش مستقل مرگ او را در میان گذارند. پلیس چندی از گرد آمدگان را به حبس گرفت. روز پنجشنبه یک عده فعالان در شهر المعطای قزاقستان هم با عکس‌های آقادل گرد هم آمدند. یکی از پیشوایان مخالفین جسرال کویانوشالین بر این نظر است که پلیس آقادل را با فرمان آنهایی که زمام قدرت را در دست دارند به قتل رسانید. پلیس میگوید آقادل 24 فوریه بازداشت شد زیرا او امر دادگاه درباره دادن گزارش به پلیس را اجرا نکرد. پلیس می‌افزاید که هنگام بازداشت آقادل مست بود و از بیماری دل وفات کرد. نزدیکان و دوستان آقادل اصرار می‌ورزند که او اصلاً عرق نمی‌نوشید و از بیماری دل نیز اذیت نداشت.